داشته. خب دولت تازه یاد آمادم خب شان دولت نزان 13 چکتسوم امام زمانی ایشی امرا با استاندار نظامی همراه با نماینده های مجلس خاش و ایرانشهر شان شو تنها و که آقا ایشین که به بودجه مملکت و نزانی فلان و شیشان نمایی شویشان ایشتن. خب یه کسایی که انگوی ورن خب نماینده مجلس خبر داریتن، شیشی فرمانداری خبر داریتن، استانداری خبر داریتن، شورای منطقه خبر داریتن. یعنی هنون ادان آقای رؤوف هستین زانتن که یگین مسائل آن اداری آن یعنی نه این که آوانی هرچند که چی بیتن عملیه چی هم میگن واقعیت هم مدرک هم من به عنوان کسی که مثلا چی بوتون کنجکاو بوتون سیل این که آقا چی هن اون رو بسته من قابل دسترس هستن ولی شمی عبر آنو ایشان که این گانگو شما منطقه ایت هستن پرس سویجه کنه یک دیدارهایی بوته جدا شه که آقا اولا نگوشتن یه طلایی جدا کشیشی یک قول قرارهایی داتگن ولی انو ایشان گیندن که آقا می ذره رایم نه یه اول ما نگوشتگن گو ما اینکه منصف بودن که یه طلایه نشه سودی داره ما گیندن و 2 سال دیگه داری شکاره کن پمه ایشان پمه چیه شروعش کو بندنی معدنه راه ها یک جوری دیمه گیرن. خب تا جایی که یه بنده خدا آقای کردی تمندانی توانته یه بحثا رسانه‌ای کرده خب تا جایی که دستی بند بوده. انا متاسفانه دان من ایشه را گندین و واقعا چیز درستی نه. اتفاقا دیاسپورای بلوچایی که خارجه باید بعضی مسائل رو بی خیال بمانن. من کاری به سازمان و تشکیلات و نزنین یک چیز کلیه. خب ایشه باید به یک نتیجه برسیدن. یعنی وقتی که یک مسئله مطرح بیتن میدان آدم های سیاسی ترشم من آگاه ترشم من بزرگواران هستن ولی یه که مسئله به آشیه ببره به نتیجه نمیاد. یعنی من واقعا نه که گوشین ادان مطرح کنیم ولی توانی یه برنامه مثلا کلابوس که انون چون نفر هستین کارشناس داخل و خارج هستن یا بلوچ داخل و بیرون یا حتی غیر بلوچ فرق نکنه یه مسئله باید رسانه‌ای بیتین شهر جایی شهر داری شهر پنجره‌ای هم که تونه و تی توار رو برسینه بحث کنی همه که توییتر رو بیتن اینستاگرام رو بیتن نزنین فیسبوک ها بیتن کلابوس هر جا یه بحث مطرح بیتن که رسانه‌ای بیتن. من اشاره عرض کنی شما اگر همین گروه تعدادی که نشتگن شما هر گوشام یک ایمیل به بی بی سی بچنید به ایران هر نام نروتین گیرین خب یه مسئله برخورد کنن یا جاهای دیگه هستین که بیتین بحث کنن. من وارد یه مبحث نلوتین بین ولی ته بلوچستان مشمع ملکه تا چون تان سیستم هستین که ایشان سر یه مسائل گو هم دیگه رقابت دارن. یعنی هنو قبول کنید خوش بیشوان و خوش میتین فعلا نیروی مذهبی که جریان مسجد مکین قویه نماینده مجلستون تعیین کن شهردارتون تعیین کن شورای شهر ایشان یعنی ارتباطی گو مرکز گو قدرت ها هم در سطح محلی هم در سطح چی دارن. بعضی نماینده های قومی قبیله‌ای هستن خب خواشو یه مسئله به سمت رو سمت چابهار یا ایرانشهر عادی یک داستان دیگه این خب ایشان هم نزدیکایی به ود دارن که وارد یه مسائل بون معدن شیلات دارو گوشت خب جدا ایشان خب شما خود زانین که یک سیستم ایدئولوژی شیعی آدر نشته تصمیمات گیتنده نه فقط زمینه سیاسی ته زمینه‌های غیر سیاسی اقتصادی فرهنگی و بعضی چیزی پمه او مشمول منطقه تا یک گروه یک سیستم دیگه هست که
قدیم گوشتن جامعه سیستانیان یا ما زابولیان که ایشان خب ولایی هن، بند پرور نظام ولایتن. ایشان هم یک سهمی دارن، یعنی ایشان بر حساس پله پله تا ملاقاتی خداشون راه رسیدن به خدا ولی فقیه که انو آدم و تی سهما، یعنی هستن ایشان هستن جدا شیشی یک گروه دیگه هستن که اتفاقا متاسفانه بحث نبیتن. یک سیستم اطلاعاتی بلوچستان هستن که یه خب بین خراسان و کرمان یه سیستم اطلاعاتی یعنی زیر نظر آین شما قدیما که بعضی یه بلوچستان چه دوران پهلوی، چه پهلوی اول و دوم، چه دوره انقلاب، چیه گوشتن بازرگان، دوره دولت موقت، چه هنون یه گروه بازی شطرنج یه منطقه یه چیدمان کنته، یعنی هم نیروی مذهبی بلوچا یا هم نیروی خان سردار ننون قدیم گوشتنشان سرا کرابلی بیت رهبری یا دفتر امام جمعه لیته و گروه سیستانی ولایت مدار و یه الاتیان ایشان انون یه به سات دارید این گوشستا هم کاریه کند نیروهای اطلاعاتین اگر لوتین واقعا یه مورد بحث کنین انون دوستان دیگه هستن بیتیم به یک نتیجه برسه آخر وقت و به آشیه مره نه انو آشیان بلیم بعد ان مسئله مهمتره. من تا ایدون تی بحثا تمام کنی ولی اگر دوباره ادامه بیتین یه بحث من مشارکت کنم. جی باز منتوار واجه محمد واجه اسلم واجه علی مراد و شاد که واجه زبیر جان دستبندی کنه نوبت رسید مردم هیچ خبر نکرده دن نهاد کردن شان سلام درود گوشگی شما وقت فیصله بکنی منی حیال نبوده که واجه اسلم دیم تریاته واجه علی مراد چی شما دوینا اول یکی خبر کرد پدا دومی ما کپاچ کرد منتوار واجه چی شما ببخش درویش جان دیگه مردمی آرش به نظرم که دیمایت کشم آرش هم دانشی خبر جی نکرد آرش و آرش اسلم هم و ده بل دیمتر هم ده بوتا واجه اه، تاریک هم ده دیمتر هم ده بوتا آرش انو خبر کو من نزانم آرش خبر کو نکته من نزانم تو با تنظیم میکنم من دیمتر کمک آرش یادآوری هم کن ده بوتا شکر پدا تاریک هم ده بوتا انو واجه اسلم واجه علی مراد خبر کنن تو پدا واجه برهان زهیر رندا واجه تاریک و گوڑا واجه آرش درود دیوان ماندر آیند واجه مراد چه بلوچستان مرکز آیند و دنیت واشنین بلی واجه گپ کنم من گوشتارو کم واجه درویش باز مهربانی. جی منتوار واجه علی مراد ماکتاییگی واجه دوستان سلام شب واش اگر آدگ دوست پیسر نوبت یا اشتاپ کاری هستن ته واجه درویش پیلا گپ جنم رند جنم اگر نه که آیا راضی گم چون جی من جی رند یه دیگه نوبت واجه ها جی نوبت تاییگی من لوٹا نظم برابر بھی ارکا وتی نوبت سرا وتی سرا برود شرطره انو نوبت چی شما دوینا تو واجه اسلم چی شما یک پیسر برکا یک رنده منتوار سلامت بات ما واجه یک گزارش شما رو دیو واجه ریگی گپ واش تا واقعیت تا نه آه بران من تکرار نکنم ولی قصه اشه که حاجی کردی حاجی که مردمی معلم بود دبیر زبان انگلیسی یه مدتی رئیس آن پرورش تبتان بود باز زحمتی کشته مستقلی مردمی بود و گمالا دهه هفتاد اوایل گمالتی بود و تی درستی تشکلان یکی میچه فعالتری مردم هم بود تا آخری واجه
ایران تا نژاد اگه تو تی تقریبا جاها عوض کنه تی صدا که تو وصل بی تی توار گروهل ما شهر سرپد نبین تو مهربانی که تی جاها عوض کن بوستر برو من هانو واجه اصلا بهتره. منی برا کلو که بهترین بل تو جا اما جایی که تو بری بری عبار کنه تی اینترنت و داماغ برابره چو تی گپا ما شرطه سر والا چه بار گر ایرلن چوکه همه چیه بری اور جام بره قواتینو بری شما ایران نیتن دیگه اگر ساک باز خراب ہے گڑ منگا اپنا جنان دیگه نه دوستی نه گپ ای بجن ساتا راند من. باشه تو انچو آرام عبار کن بلکه نت شرطه کاشی چو ای پیرو که انچو گوٹ گپتا ایش من نت دو بارال حاجی کردی معرفی ما لاتی گپ جا اگر شما شهر نرسته من پس تکرار کنم. حاجی کردی بارال بنده خدا یه معلمی بود، خوشنامی فعالین رئیس آموزش پرورش بود. یه مدتی نوکاباد همه منطقه که نزدیک مروت شهرستان بود و یکی چه کسانی بود که درستی تشکلان بلوچی که ما ارد کتگن ور بودگین در ایران شهر در استان در اخیرا آخری کنشگران که می بوده هر جا هور اوار بوده گو و تی اندازه چه گیش بلکه هم باری زورتا آتکا دیوان درگاهان تا اشی که هنچه که واجه ریگی گوه باری پیراریشا همی معدن بلوچستان فعال کتا حکومت و بازی وعده وعیدی و فلان و یه دیگر بله یه درو بهرحال آ چیزی که می دل لوٹی و توسعه نامنتی شمای زانه چون نه لحتی حق کشی بی عدالتی تبعیض شن تو که هر پروژه ببی ملک هم ایرانه ما شما بدن مردم توکه مردم شهری سرزانه که در شرایط جاور چون اما بلوچان حاج کردی یک شروع کو بهرحال یک کار جمعی و ده حتی گما دوستان یه دیگه مشورتی کو پاری ما یک گروهی حتی گوه که واجه اگه طرح کمک کی چیزی لازمه حمایتی حالا به تعداد محدود ما بازی مردمی نه یه دو که فعالیت سیاسی کنگا بل هزینه ها ما کائیں گوشی نه فعلا شما می آئے ما از طریق واجه عبدال من حاجی یونس پاکزاد کلیر را دا آئی را گپ جمع پیغام برد تک آگه ما سی چلی مردم چه بلوچستان جنوبی شهرام افکران کائیں برال به صورت سمبولیک شما حمایت دیوانی درگاهی یا واجه مسئله سنجی گوشی نه تا اشی که برال یه مدت دراجی ایشان مخالفت کتا و لحظیه چه بود بلوچی مردم هم متاسفانه هر کجا گو حکومت بودی منافع واسطه هورا یہ چیز ہمارا شمارا زانگ لوٹی خیر حاج کردی دو سه روز پیش گپ که برال مرد گپ جتگا دفاع کتگا مطالب گری کتگا و سکوتی نکتگا گپ تشو می حداقل وظیفه ایشه درستانی از هر کس یک بشه فعالی مردم بیت حاج کردی هر موضوعی که بلوچستان بوده یک به هر حال مطلب چیزی در فضا مجازی یا آرتیم روزنامه‌ای که بیت استان نوشتگی یعنی هیچ موقع عافیت طلبی نکوته همیشه هر موضوع که بلوچستانی بوده چه سی و تی کلمی دوست نداشته خیر همیشه